سلام و روز بخیر بیننده عزیز آزاده. برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر با تازه ترین خبر گزارش های تاجیکستان و جهان با شما خواهم بود. امروز 15 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: تاجیکستان به بازداشت شهروندش در روسیه واکنش کرد. در ولایت سوق 2 جای استخراج بیت کوین را پیدا کرده بستند. و سفر مهاجران تاجیک به خارج 76% کم شده است. در ولایت سوق به بازداشت یک ساکن 45 ساله اسفره در روسیه واکنش کردند. فرقت عبدالفتاح روز 1 فوریه امسال با درخواست جانب قرقیزستان و با اتهام اشتراک در ماجراهای مرزی در باشقردستان دستگیر شد. دولت سفروف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سوق گفت فرقت عبدالفتاح ساکن جماعت واروخ در بی‌ترتیبی‌های سرحدی ماه مارس یا اپریل سال 2019 در مرز قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک نکرده است. او که روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت میکرد افزود دادستانی حربی گرنیزان سوق معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و عین زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود. یک هفته پیش دادگاه ناحیه کوگارچینی باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد 1 ماه به حبس گرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بینظمی های عمومی و اوباشی عیب اعلام کرده دادگاه بادکن 27 آگوست سال 2019 حکم بازداشت او را صادر نموده است. به گفته نزدیکانش فرقت عبدالفتاح در روزهای ماجرا در شهر نووسیبیرسک روسیه قرار داشت. به قبل آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند، اما دادرس آن را به نوبت نگرفت. در نسخه حکم دادگاه ناحیه کوگارچین که روز 5 فوریه دسترسی رادیوی آزادی شده بود، دادرس ریما شیرشاوا گفته است وجه‌های فرقت عبدالفتاح و وکیل مدافع او برای رد کردن بازداشتش اساس شده نمی‌توانند، چون به ادعای شیرشاوا دادگاه روسیه نمی‌توانند قانونمندی پرونده کشاده مقامات حفظ حقوق قرقیزستان را بررسی کنند. فرقت عبدالفتاح زاده جماعت واروخ اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقتی شهر سلوات باشقردستان نگاه داشته می شود. بار دوم است که با درخواست قرقیزستان ساکنان واروخ در روسیه بازداشت می شوند. 1 ماه پیش با درخواست قرقیزستان دلاور جورایف ساکن دیگری واروخ هم دستگیر شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد به یکی از مشکل‌های جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. در منطقه‌های مرزی بین دو کشور اساساً در قطعه‌های بین ولایت‌های سوق تاجیکستان و بادکن قرقیزستان سال چندین زد و خورد و مناقشه‌های مرزی روی می‌دهد که گاه با مرگ آدمان می‌انجامد. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید سال گذشته سفر مهاجرین تاجیک به خارج 76% کم شده است. هنوز از ماه مارس سال 2020 به خاطر پیشگیری از پنجشنبه بیشتری کرونا ویروس پروازها از تاجیکستان منع شدند و همچنین روا طریق راههای زمینی نیز ناممکن است. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت سال گذشته نزدیک 130,000 مهاجر از تاجیکستان به خارج و به خصوص به روسیه رفتند. به گفته وزیر مهنت سال گذشته با دخالت مقامات تاجیکستان بیش از 18 میلیون روبل مزد مهنتی پرداخت نشده مهاجران تاجیک از طرف کارفرمایان در روسیه برگردانده شده است. اینچنین به گفته شیرین امانزاده در سال 2020 قریب 2,500 شهروند تاجیکستان در روسیه با جای کار تامین شدند. اظهار نظر وزیر مهنت درباره کمک به مهاجران در حال صدا می‌دهد که سال گذشته مهاجران تاجیک از وضع ناگوار در شرایط پاندمی شکایت کرده می‌گفتند مقامات تاجیک به احوال آنها در مهاجرت توجه نمی‌کنند. بیننده عزیز، اگر شما در مهاجرت هستید یا سال گذشته در روسیه بودید لطفاً به ما نویسید که از مقامات تاجیکستان چه کمکی برایتان رسیده است. مقامات رسمی میگویند سال گذشته در شمال تاجیکستان 4 نفر را برای استخراج و یا مساعدت در معاملات با پول رقمی به مثل بیت کوین دستگیر کردند. اسرائیل نعیموف سردار یکی از شعبه‌های اداره انداز در ولایت سوق روز 12 فوریه در یک نشست خبری در خوجند گفت 4 نفر در شهر استرافشان و ناحیه جبار رسولوف دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فرزان محمدی از شهر خوجند.
ناظران اداره انداز و شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت 4 نفر را در شهر استرابشن و ناحیه جبار رسولوف با 234 دستگاه اسعار الکترونیک کریپتوالوتا بازداشت کردند. و گفته مسئولان این نهاد مالکان آن بی پرداخت انداز تقریبا 1 سال اکثر دستگاه ها را فعال نگه داشته و تنها از یک دستگاه روزانه 520 سامانه فایده به دست آوردند. اسرائیل نعیموف سردار شعبه ستانیدن قرض اندازهای ولایت سوخت در نشست خبری گفت آخر سال گذشته نخست این دستگاه ها را در استراوشن مصادره کردند. یکم عملیاتی که ما آشکار کردیم در بینای همین باغچه بچگانه در قسمت آشیانه دویم 17 تجهیزات کریپتوالوتا پیوست شدگی بود و به شبکه‌های اینترنتی پیوست شده فعالانه کار میکرد. هر یک همون گفته صاحبکار هر یک همون تجهیزات وصل کننده همون وقتی نرخی همون کریپتوالوتا قطعی $40 یک روز کار میکرد. بعد ما همون شهروند رفته خانهش همون تخانه و همون بالای همین جای همون سر لباس و وای کردمش با اونجا بیام با 34 تا دیگه همون خیلی تجهیزاتی پیوستگیش یافته و بی‌ضرر گرداندیم. به تاکید این مسئول نظارتی تاجران پیش از فعالیت باید اجازتنامه مخصوص می‌گرفتند و خود را همچون انداز سپارنده رسما در مقامات انداز به قید می‌گذاشتند که موافق به طلبات قانون است. در اساس کادکس انداز هنگام پیشنهاد اعلامیه یا سری وقت سپاریدن اندازها نسبت این افراد جنایت در سمت انداز تطبیق نمی شود. بحث قانونی بودن یا نبودن این تجارت در تاجیکستان در حال داغ شده است که به قول مقامات حقوقی این در قانونگذاری تاجیکستان تنظیم نشده است. وای برای دیگر چی بازداشت کردگی؟ وای همین مکتوبش ما اومد وای برای کریپتووالوت خطی کار کردن بیتکوین خطی کار کردن دستگاه‌های کلان در کار کی و خوبی برق زیاد میگیرن و خوبی برق گرفتن ما با مراجعت کردم گفتم اون متخصصم نیست ما شماره یک چیزی یادم دادم. فعلا عملیات آشکارنمایی نهادهای انتظامی انجام نیافته است و از این رو تصمیم نهایی نیز معلوم نیست که رسما به چنین نمود تجارت اجازه میدهند و یا نه. اما ناظران انداز تجارت کریپتوالوت را خوفناک و خلل رسان و مانع پیشرفت جامعه امروزه نامیدند. غیر از این در ناحیه جبار رسولوف با یک عملیات گذرانده یک جای اونجا 179 عدد همین تجهیزات ما آشکار کردیم نسبتی به از طرف مقامات حفظی پرونده جنایی آشکار کردم و همون تجهیزات هایی که با شبکه اینترنت پیوست شده است و با برقی کار میکند حساب دزدی برق و کردم پرونده جنایی آغاز کرد تا تفتیشات ادامه دارد. طبق اطلاع شبکه برق خرج قوه برق استفاده شده از یک مالک این دستگاه در 11 ماه سال گذشته بیش از 516,000 سامانی بوده است. طرفداران الکسی ناولنی پیشوای زندانی مخالفین دولتی روسیه نیت دارند با روشن کردن چراغ‌های تلفن‌های همراه و شمع و چراغ حمایت خود را از آن نشان بدهند. مقامات انتظامی گفتند هر کسی که این کار را می‌کند به جوابگری جنایی کشیده می‌شود. گروه ناولنی از مردم روسیه خواسته است که ساعت 8 شب چراغ‌های تلفن‌های خود را روشن کرده و 15 دقیقه به سمت آسمان و بناها و حولی‌ها نگاه دارند. برگزار کنندگانش میگویند که این نوع اظهار حمایت در روز عاشقان با شعار عشق قوی‌تر از ترس است و پاسخ به موج بی‌سابقه زورآوری و سرکوب نیروهای امنیتی در جریان اعتراضهای گذشته مردم است. شیوه نوع اعتراض و حمایت از ناولنی کار مقامات انتظامی برای مقابله با آن را مشکل می‌کند، ولی حکومت مخالفتش با این کار را نشان داد. مقامات ناظری روسیه روز 12 فوریه بر رسانه‌ها دستور دادند که تمام گزارش‌ها درباره تظاهرات برنامه‌ریزی شده با نشان حمایت از ناولنی را پاک کنند، چون میتواند آنها را برای مساعدت در برگزاری تظاهرات به جوابگری کشند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 15 فوریه چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برای دریافت اخبار از این بیشتر صحیفه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید و نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.